و گوش کردن موسیقی، اگر موسیقی باشد، شعر باشد که از او تربیه باشد، از او آداب گرفتن باشد، درست است. یکی شعر باشد که از او هیچ تربیه حاصل نمی شود، موسیقی هست که از او هیچ چیز حل نمی شود. یعنی یگان آبادی جمعیت و آبادی اسلام آبی و آبادی همون فرزندان می شود و یک گوش کردن البته غلط است. خدا در قرآن چی میگوید؟ این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. این گوش ها و چشم ها و دست ها و همه اعضای شما در نزد خدا مسئول هستند، جوابگر هستند. برای همین ما هم غمخواری ما چی هست؟ توی هاتون کم خراجات کنید. شرط نیست که یک سراینده را شما در $500 بیارید، در $400 بیارید. در یک طرفخانه برای یک آدم رقاصه $200 جدا کردن، همگی نیم ساعت رقص میکرده است. $200. همین کفران نعمت نیست؟ برای $200 به دست آوردن چند قدر مهنت در کار، چند قدر مشقت در کار. این ما در دوشنبه در یک طرفخانه آوازش آمد که $200 همگی نیم ساعت رقص میکرده است. خیلی رقاصه مشهور بود است. اینا کار ما مثال مسلمان ها، اینا کار ما پیروای امام ابو حنیفه. آیا امام ابو حنیفه هم چنان کرده بود؟ تا حد امکان امروز اگر چند بعضی از داملا بیچاره اتفاق شدن که در روز همون رقص بازیشون نکنن، یعنی جدا جدا در روز کنن لیکن در شب نکنن، گفتن که از همه فسادی همون شبها اجرا می شود. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند. سلام بابایشان، التماس به سوالهای ما تعجیلا جواب گویید. مخلصی شما. از یک نفر خواننده کلام الهی درباره آیات قرآنی عاید حرام بودن موسیقی پرسان شدم. او به من سوره لقمان آیت 6 را نشان داد. میخواهم شرح و تفسیر این آیت را از زبان شما شنوم. آیه که این برادر از سوره لقمان برای شما خواند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. صدق الله العظیم. خداوند میگه بعضی از بندگان من، بعضی از انسانهایی هستند که پول میتیند، وقت صرف میکنند، سخنهای باطل و بیهوده را میخرند. لهو الحدیث، سخنهای بیهوده، سخنی که وقتی انسان به هیچ چیز میگیرد. برای چه این سخنها را میخرند؟ لیضلوا عن سبیل الله، تا اینکه هم خودش و هم دیگران را از یاد خدا باز دارد، از یاد خدا دور کند. و یتخذها هزوا، دین خدا را، آیات خدا را برای خود مسخره و شوخی بداند، قرار بدهد. خداوند برای این تا آدم هایی که دین خدا را مسخره میکنند، عمر خود به بازی و به شوخی و به لهو میگذرانند، به بیهودگی تهدید میکند. فبشرهم بعذاب علیم، فبشرهم بعذاب مهین. اینها را بشارت ده و عذاب خار کننده دوزخ. حضرت عبدالله ابن مسعود که یکی از صحابه های بزرگ رسول اکرم است، از تفسیر و ترجمه این آیت پرسیدند. حضرت گفتند: والله الذی لا اله الا هو، قسم به همون خدایی که غیر از او دیگر معبود در این عالم نیست. انها نزلت فی الغنا، این آیت نازل شده در شأن موسیقی های حرام. یعنی کسی پول داده رقاصه بیارد، کسی پول میتید در تویش
استراده های بی آدابانه می بیارد تا اینکه 2 ساعت 3 ساعت مردم رو به همون مشغول سازد و از یاد خدا دور سازد، او در این آیت در این وعید داخل است. و بشرهم بعذاب، اونها را بشارت به عذاب دردناک. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه را پرسیدند از تفسیر همین آیه کریمه که یا امام این برای چیست؟ حضرت والله این هم درباره غنا نازل شدگی است. خلاصه عزیزانی که موسیقی های شهوت انگیز، موسیقی های بی آدابانه را حرام میدانند، دلیلشان همین آیه مبارکی سوره لقمان است. این میتونه از تفسیر ابن کثیر، تفسیر کشاف، تفسیر تبری، تفسیر صفوة التفسیر نگاه کنید، در همش این هست. از این سبب جمهور موسیقی های شهوت انگیز، موسیقی هایی که انسان از یاد خدا غافل کند حرام میدانند به همین آیت. لیکن موسیقی که مثل نای یا مثل دایره یا سرودخوانی که به خاطر نصیحت و آداب آموختن باشد، اینها استثناست از این آیه مبارک، استثناست. زیرا که اینجا خداوند میگه که به شرطی که این موسیقی ها، یعنی این لهو الحدیث یا افسانه گویی ها هست، یا من کسیت هایی که امروز برآمده، شما یا برادرتان یک کسیتی که اینای تلی سریال میدی 3 ساعت تماشا میکنه، در این 3 ساعت او یک بار الله نمیگوید، شما در همین وعید داخل هستید. زیرا که با دادن همین نوار به اون کس شما او را از یاد خدا چی کرده؟ غافل کرده. از این سبب لهو گفته هر چیز باطل رو میگوین که از کار خیر، از یاد خدا، از عبادت ما و شما رو باز دارد، همین لهو میگوین. بنابر عزیزان من، آره مطلق موسیقی حرام نیست. مثلا دایره زدن در تویها، در مولودها، این تولد کودک، پیشواز مسافرها، این باکی ندارد دایره زنن، یا در عیدهای محفلهای خرسندی دایره زدن سرودخوانی کنن، زنها خودشان بخوشن، علاهده مردها خودشان بخوشن. اما موسیقی های شهوت انگیز، کنسرت هایی که در تالارهای کنسرتی میشود میرن، اینا همش حرام است. هیچ کس اونها را حلالیش فتوا نمیدید، نه همون کسانی که موسیقی مباح بدانند، نه کسانی که سخت میگیرن و اجازت نمیدید. اما گفتم که زنها خود بخوشان باشن باکی ندارد. یا موسیقی هایی که مثلا سرودهای حافظ و بدیل نصیحت است، با تار است، اگرچه همین اهل حدیث تار هم اجازت نمیدید، با دایره است، برای نصیحت باشه باکی نداره. اما غیر این من استراده برآمده سرودهایی که در وصف معشوقه است، در وصف شراب است، در وصف زنک بازی است، اینها همش حرام است. همه نوعش حرام است، خواه به موسیقی خواه به موسیقی.